سلام، یک بار دیگه برگشتیم با یک قسمت دیگه از وارشتاک، قسمت 20. 20 قسمت 20 قسمت رو تحمل کرده میشه. خیلی سخته، خیلی سخت. خیلی سختی که منو تحمل کردی. آره الان اتفاقا صحبت همین بود. آره دست بزنید پشت صحنه ها رو کاش بذاریم دوستان ببینن. خب علی اومدیم چیه فکر می‌کنی فقط تو میتونی وارشتاکو بریز تو همراه وارش؟ منم میریزم. اونجا کم کپی رایت می‌خوریم ولی اینجا این یه کپی رایت تیکه خوردمون کوتاه. اضافه میگفت. آره. میگفتی 3 تا بحث داریم امروز، برنامه طولانی نداریم. خداش قراره که در مورد بازی با شاهین بندرآمری، بازی با مثل شهر بابک و بازی عقب افتادمون با خیبر صحبت کنیم. و قبل از اینکه صحبتمون رو شروع کنیم، از دوستانی که برای اولین بار دارن این برنامه رو میبینن یا احیانا تا این لحظه کانال رو سابسکرایب نکردن، خواهش میکنم که کانال رو سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی ما رو هم ببینید. همین ویدیوها رو هم اگر در ادامه دیدید و خوشتون اومد حتما بهش لایک بزنید. زنگوله و خودت بگو زنگوله رو بزنید که به محض اینکه ویدیوهای تازه گذاشتیم ازش مطلع بشید. آره. علی، بازی با شاهین بندرآمری نظرت چی بود؟ شاهین بندرآمری در واقع از لحظه‌ای که اون پنالتی عجیب رو برای شاهین بندرآمری گرفتن کلا دیگه سیستم بازی ما به هم ریخت. ما تا قبل اون داشتیم خیلی خوب بازی می‌کردیم، پای حتی توی دقایق بهتر هم بودیم. حتی بعد اینکه حالا اون پنالتی هم گل شد نیمه دوم یه صحنه‌ای فشار آوردیم، ولی در نهایت سر یه ضد حمله‌ای که توی ثانیه‌های آخر بود گل دوم خوردیم. حالا ممکنه یه سری صحنه گل دوم دیده باشن، مثلا بگن چرا خب مدافع اونجوری وایستاده بودن و اینا، بعد یهو دیدم بازیکن داره تک به تک میشه رفتن دنبالش. دیگه لثانیه آخر بود، احتمالاً دیگه بعضیا دیگه نفسشو نشدن، اینا یا اصلا انتظار نداشتن دیگه اون توپ تبدیل به حمله بشه، ولی شد متاسفانه. و ما تفاضل گلی که تو بازی با آسترا تونستیم 2 تا مثبت ترش کنیم، تو اون بازی توی کلا عملاً باطل شد. علی پنالتی دقیقه چند بود؟ من خودم 20 بود. 20 بود دقیقاً. خب حدود بود. من توی گروه ها داشتم میدیدم، حالا خودمونم تو قسمت قبل در این مورد صحبت کرده بودیم که داماش میتونست محتاط‌تر بازی کنه. پیشنهادم حتی کرده بودیم که داماش باید محتاط‌تر بازی کنه، ولی برعکسش اتفاق افتاد. یعنی تا دقیقه 20 مدام سر و پا حمله بودیم، گفتیم موقعیت‌های خوبی هم داشتیم. من دیدم بچه‌ها توی گروه هم، گروه‌های مختلف در واقع، گروه‌های تلگرامی در این مورد صحبت می‌کردن که ما چرا انقدر انتحاری بازی کردیم. انتحاری خب باید وقتی زمانی بازی بکنی که اونقدر توی حمله حتی خوب باشیم. ما موقعیت هم می‌سازیم ولی درست استفاده نمی‌کنیم و متأسفانه شاید برای اون بازی تاکتیک آنچنان درستی نبود. حداقل شاید باید اول عقب می‌نشستیم، یکم بازی رو کنترل می‌کردیم، بعد حالا اگه توی شرایط بازی بر اساس ضد حمله یا هر چیزی حالا به گل رسیدیم، بعد دیگه مثلا بریم کلا تو لاک دفاعی. ولی ماشینام که رد میشن و سر صدای همیشه که زدن و هم میزنن دیگه. آره خب میگفتیم به حال بازی شاید میگم باید بازی رو کنترل می‌کردیم، مثلا نیمه اول فضاهاشون رو می‌بستیم، حالا اگه تیم حریف رو خسته می‌گیریم بعد میتونیم از ضد حملات استفاده کنیم. تاکتیکی که مربی اجرا کرد، ولی میگم خیلی برای من جالب بود که توی هفته قبل که نه واقعا سال قبل در این مورد هم صحبت کرده بودیم. حالا از اون بازی که بگذریم میایم این ور سال میرسیم به بازی با مثل شهر بابکی که بردیم و تو ولاگم بعد 6 ماه برگشتی استادیوم چه حسی داشت؟ من خب همیشه دوست داشتم برگردم ولی شرایطش نبود، از این جهت که هانیه به تنهایی نمیتونست برنامه لایو رو اجرا کنه، چون میدونی که ما تقریبا تو اکثر بازی‌ها سعی کردیم که امسال آرشیو بازیامون رو داشته باشیم. آره. مهمترین مسئله یوتیوب کلا همینه. مثلا بعضی‌ها میگین چرا تو اینستاگرام نمیذارین، نمیدونم تو فقط تو همون تلگرام اینا منتشر نمی‌کنین. ببینید اینستاگرام الان مثلا میخوام من برم پست 1 سال پیش ببینم، میدونی باید چقدر اسکرول کنیم بریم پایین. الان اینجا قشنگ توی یوتیوب مثلا یه پلی لیست هست مخصوص وارشتاک، پلی لیست هست مربوط به اون داماش پلاس قبلا داشتیم. آره هر چیزی سر جای خودش. ليش جالب بهت بگم ولی توی ورزشگاه که بودیم فکر کنم یادت باشه دیگه، مثلا صحنه گل اونا بود اگر اشتباه نکنم که من خوب ندیده بودم، همونجا وارد یوتیوب شدم زدم عقب صحنه گلشون رو دیدیم مثلا.
همون مایی که کنار زمین بودیم. حالا تو اینستاگرام این همه اصلا شدنی نیست. هم میذاری، مثلا تو یه روز ممکنه 10 تا پست در مورد بازی باشه، مثلا نتیجه نیمه اول یا نمیدونم گلی که فلان تیم زد، اینا یاد برید پایین اونو پیدا کنید تازه. حالا اونم که کیفیتش به خوبی یوتیوب نیست. اینستاگرام چیز مصرفیه واقعا. حالا الان هواداران که به هر حال با یوتیوب خدا رو شکر دیگه خیلی خوب آشنا شدن و فکر می‌کنم که در آینده هم افراد بیشتری بیان یوتیوب. گفتم دیگه اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. من اگه بخوام الان 5 سال دیگه هم مثلا یه بازی از این فصل ببینم خیلی راحت میایم تو پلی لیست مسابقات بازی پیدا من الان بخوام برم مثلا یه مطلبی رو نوشته بودم به فرض 5 سال پیش 6 سال پیش مثلا موقع لیگ 2 بودیم، الان من بخوام برم حالا مگر اینکه تو سایت باشه، تو اینستاگرام بخوام پیداش کنم قشنگ باید اینجوری یه دونه کلیپ درست کنیم بعد بزنیم 1 سال بعد دارم همینجوری میگه با بستنجی میاد حرف میزنه. آره a few moments later. آره خلاص اینکه آره حالا قبل از این بازی آره استادیوم خوب بود. حالا سعی می‌کنیم که میگم از میاد با همین روال پیش بریم، یعنی سعی می‌کنم من بازی خونگی رو بتونم برسونم. نظر در مورد بازی نیمه اول افتضاح بودیم، یعنی حتی میشه گفت فرای افتضاح. یعنی من گفتم به این بدی ما هرگز بازی نکرده بودیم به نظرم. در عین حال نیمه دوم تیم خوبی بودیم، نمیگم پرفکت عالی بودیم، تیم خوبی بودیم. حالا زدیم هم چند تا ضربه هم زدیم بالاخره به گل نشست. اما در مورد این بازی من به نظرم یکی از عوامل بردمون تو همین بازی، حالا به غیر از اون حمایت‌های هوادارا، حالا اون همدلی بازیکن‌ها اینا، اون اثر وقت کشی‌های تیم حریف هم بود. اینو دروازه‌بانشون هی پیگیر بود، دقیقه چنده نیم فلانه خودشو مینداخت زمین و فلان، که من حالا فکر می‌کنم که حتی خود اون تیم هم قبول داشته باشه که این شکست رو یا حداقل امتیاز نگرفتن رو به خاطر اون حرکت‌های دروازه‌بانشونه. بعضی وقت این کارا رو یه سری تیم‌ها انجام میدن دقیقاً بر اساس روحیه‌ای نتیجه برعکس میذاره و تیم حریف جری‌تر میشه. آره ارزش نداره این کار. من فکر می‌کنم که مثل شهر بابک میتونست اگر این حرکت‌ها رو انجام نمیداد حداقل مساوی رو من فکر می‌کنم میتونست بگیره. ولی به هر حال بازی خوبی بود. نظر خودت چیه در این مورد؟ بازی در مورد بازی نیمه اول که خودت هم اشاره کردی. آره. ببین این همش ما داشتیم زیر توپ می‌زدیم، خیلی بد. یعنی می‌خواستیم مثلا از دفاع بیاریم حمله، هی زیر توپ، حالا یکی بسابونه یکی اینجا، یه پرتاب بره یکی بلند انجام بده، یکی بسابونه یکی بزنه. کل تاکتیکمون تو نیمه اول همین شد و شاید هم حالا یه دلایلش هم همین بود که دفاع تیم شهر بابک داشت خوب کار می‌کرد نیمه اول، یعنی اصلا فرصت فضا سازی هم به اون صورت نمیداد. آخه حمله شون هم خوب بود. حمله تو زد حمله خیلی خوب بودن. دو سه تا موقعیت رو از دست دادن، یکی هم که راحت گل کردن. بعد ببین صادقانه بگیم دیگه، من هر آن انتظار داشتم که اونا به گل برسن، یعنی اون چیزی که داشتیم می‌دیدیم. آره اصلا اون حملاتی که می‌کردن آره خطرناک بود، زد حمله خوبی داشتن. بعد نیمه اول قشنگ فضای حمله رو بسته بودن، ما هم تاکتیک حمله خوبی نداشتیم. فقط یکی از این می‌داد زیر توپ میومد اونور، یکی حالا یا بسابونه یا نسابونه. حالا جا داره که به کادر تیم مثل شهر بابک، بازیکناشون، هوادارشون برای تبریک بگیم. تیمشون خوب بازی کرد، تیمی که لزومی هم نداشت خوب بازی کنه، یعنی نه در جایگاهی که بخواد سقوط کنه نه بخواد صعود کنه، واقعا یک بازی خارج از خونه خوبی از خودش ارائه داد. آره. ولی حالا احتمالاً ما فکر کنم یه چیزی وجود داره مثل صحبت‌های علی نظر مهاجر نیمه بین دو نیمه، من نمیدونم چی میکنه که نیمه دوم معمولا تیم با روحیه دیگه. بازی فجر اگه یاد باشه همینطوری بود. ما اصلا نیمه اول هیچی اصلا نداشتیم، هیچ حرف بر گفتن نداشتیم. نیمه دوم خیلی بهتر بازی کردیم، آخر مساوی کردیم. ولی این هم اینطوری بود دیگه. اصلا نیمه دوم تیم دیدیم خیلی روونتر داره حمله کنه، سریعتر حمله میکنه. بعد حالا من همیشه این نکته رو میگم، وقتی ما دروازه حریف به سمت هواداره اون موقع خیلی بهتر بازی میکنیم و همین شد که دوتا گل هم تو نیمه دوم زدیم، جلوی هوادارا زده شد و شوت ساحل تبار که پرفکت عالی بود. بعضی وقت از این ضربات زده میشه ممکنه مثلا از 10 بار یه بار گل بشه، این فکر کنم یه بار بود و یه والی کارمون رو در آوردیم. آره یه والی خیلی قشنگ بود که مدت‌ها اینجور گل نداشتیم، خیلی خوب بود. از یه زمانی بخوایم مثلا مثل یکی دو سال پیش بود زده بودیم 10 گل نه 20 گل برتر یه دهه. آره. این میتونه مثلا جزشون باشه، مثلا دهه بعدی این جزشون باشه. آره واقعا گل خوبی بود و فضای مثبتی ایجاد شد حول محور تیم، حول هوادارا و
میشه به آینده امیدوار بود. حالا این بازی نسبتا سخت، نسبتا هم نشاید نسبتا بیشتر سخت داریم. چهارشنبه با خیبر بحث استادیومش پیش اومده. حالا قبل از اینکه برسیم به بازی خیبر، من فقط این نکته رو بگم که دوستانی که با این روال برنامه آشنا نیستن میدونن که ما همیشه کارت شارژهایی رو توی ویدیو قرار میدیم که دوستان زودتر بیان، انگیزه رشون بشه که زودتر این ویدیوها رو ببینن. حالا که به اینجای برنامه رسیدیم بهتون بگم که کارت شارژ این قسمت خیلی واضح دارم بهتون میگم کجاست، توی دیسکریپشنه، که توی ویدیو دنبالش نگردید، که یک پلیتیکی زده باشیم که جلو نزنن دنبال کارت شارژ باشن بدون صدا. باید نماینده مجلس میشه. خب بازی با خیبر بازیه که جزء هفته‌هامون نیست، یعنی تو هفته‌ای که خیلی از تیم‌ها دارن استراحت میکنن ما بازی عقب افتادهمون رو داریم انجام میدیم. خدا من یه حسی دارم دوباره عقب میفته. فکر نکنم، من فکر می‌کنم که انجام میشه. بازی هم به احتمال زیاد میره سردار جنگل. حالا عوامل مختلفی براش مطرح شده. یکی اینکه تیم توی چمن مصنوعی تمرین میکنه، خب بازی‌هاش هم بهتره که تو چمن مصنوعی باشه. نمیدونم ورزشگاه عضدی اون کششش رو نداره چمنش، نمیدونم نورها رو نمیدونم در جریان هستی یا نه، هی انتقال میدن از سردار به عضدی، از عضدی به سردار جنگل. چمن رو دیدی؟ آره دیگه، چمن واقعا وضعیت خوبی نداشت خودش. اون چیه؟ مثلا جلوی دروازه. آره واقعا. حالا سر همین جریان میگم احتمالش خیلی زیاده که بازی بره سردار جنگل. هنوز تا این لحظه قطعی نشده این قضیه. آره. ولی احتمالش خیلی زیاده. به هر حال سردار رو عضدی نریم هر جا به بهتر کنیم. آره فرقی نمیکنه. ما توی سردار جنگل هم خاطرات خوبی داشتیم تو سالیان گذشته و 2-3 تا صعود داشتیم دیگه. آره. اگر بحث پر شدن استادیوم و این بحثا رو بخواید داشته باشیم فقط یه مراجعه کنین به بازی با دارایی تو لیگ 3 که چقدر استادیوم پر شد. ما داریم در مورد حتی چند هفته قبلش با چیشی تبریز بود، اونم پر بود. نه اصلا اسمشون یادم رفت. آره اونم پر. ستارگان نمیدونم چیه تبریز. اون یکی تیم مهدوی‌کیا باز به همین شکل. ببین یعنی ما تو لیگ 3 تونستیم سردار جنگل رو پر کنیم، میخوام تو لیگ 1 نکنیم. اگه اوضاع تیم در کل به لحاظ نتیجه گیری، به لحاظ امید به صعود و اینا بهتر بود و مثلا هوادار و اینا امید داشتن، طبیعتاً بیشترم می اومدن. حالا تو یک شرایط ایدئال مثلا داماش اگر لیگ برتر باشه، وضعیتش خوب باشه، استادیوم 50000 نفری ما نیاز داریم واقعا. همون جمعیت ثابتی که ما داریم و خانوما هم بخوام بیان که 100%. همون جمعیت ثابتی که ما داریم که الان تو همین بازی با مثل شهر بابک مثلا اون دقایق آخر اون شعار داماشو داشتن میدادن، اصلا مو به تن آدم سیخ می‌کرد. انگار 20000 نفر 30000 تا یک سره داشتن میگفتن، ولی در حالی که مثلا شاید 2000 نفر با 3000 نفر. آره. ما همون جمعیت رو داشته باشیم تو همون سردار جنگل هم کفایت میکنه. مکانش مهم نیست، مهم اینه که حالا چه چیزی به نفع تیم در نهایت رقم بخوره. آره واقعا حالا من به لحاظ نورم بخوام بگم اون روز نور عضدی مشکل نداشت. شاید قسمت هوادارا یا خورده تاریک بود. بحث کم و زیاد بودن نور نیست. سایه مینداخت. نه حالا اونم جای خود. الان اینجوریه که پروژکتور و ترانس به اندازه کافی ندارن توی رشت. نورها رو جابجا میکنن سر بازی‌های مختلف. یعنی یک پروسه عجیب غریبی هم شده این قضیه. انسان از چی به وجود اومد؟ بگذاریم خاک. در مورد بازی خیبر از دو جنبه میشه به بازی نگاه کرد. یک جنبش جنبه منطقی ماجراست که خب تیم صدرنشین با یک بازی کمتر، ما تیمی هستیم که وضعیتمون خوب نیست و هفته قبلم تو خارج از خونه پیروز شد. آره پوش طلایی. این یک منظرشه، منظر منطقی ماجراست. از منظر احساسی بخوام به ماجرا نگاه کنیم، خیبر تیمیه که بدترین کارها رو نسبت به تیم داماش و خیلی از تیم‌های دیگه انجام داده تو این فصل و فصل‌های گذشته. حالا چه سر اون بحث امتیازی که به نوعی از داماش دزدید، چه سر اون اتفاقاتی که توی زمین خودش رقم زد و بازی رو 3-0 کرد به سود خودش، از لحاظ انضباطی بازی که قرار بود ببازه رو در واقع 3-0 کرد. این میشه جنبه احساسی ماجرا که من فکر میکنم اگر بازیکنامون، هوادارامون به این قضایا بخوان فکر کنن و با توجه اینکه این بازی هم بازی خونگیه، ما میتونیم حتی بازی رو ببریم. بعید نیست. آره ببین داماش توی مثلا حالا
چه زمانی که حالا لیگ برتر بود، حالا هر بار با یه مدعی چیزی بازی میکرد، یه زمانایی اگه اون حالت بازی احساسی داشته باشه قشنگ نقش اون تیم رو کم کنو داره. آره و در مورد لیگ برترش هم بود دیگه، مثلا پرسپولیس، سپاهان، نمیدونم استقلال، نمیدونم فصل 91 92 2 هفته آخر بازی داشتیم با سپاهان استقلال دیگه، خودت میدونی گفتم داماش این 2 تا بازی میفته شفتش رو برد. داماش تیم رو کم کن خوبی اگه شرایطش باشه. آره و خوش طلایی دیدیم اون سال که اون همه اذیت کرده بود، همون خیبر اون سال خوش طلایی بود دیگه، اومد رشت روش کم شد. آره این داماش تو اینجور بازی‌ها معمولا خوب خودشون نشون میده، توی تجربه داره، سابقه‌شو داره، ولی حالا خب الان تیم توی وضعیت دیگه است و تازه داره کم کم یه خورده جا میفته به لحاظ بازی کردن. و حالا بازی با خیبر، خب خیبر تیمش خوبه خدا وکیل، بازیکن‌های خوبی داره. درست، حالا اگه مثلا بیاد سردار جنگل ممکنه بر اساس 2 تا بازی که امسال توی چمن مصنوعی انجام داده و نتایج خوبی نگرفته شاید براش سخت‌تر هم بشه. عزودی هم سخت میشه، فرقی نداره. عزودی هم که به لحاظای دیگه براش سخت میشه. ببین ما امسال یه دونه هم بازی اولمون رو باختیم تو رشت دیگه، درسته؟ آره فقط مثلا آره تو رشت نباختیم. تیم ضعیفی توی رشت نبودیم به اون مفهوم. نه اون بازی مثلا یه چیز عجیب بود. آره. بعد حالا به هر حال تیم قویه که با یه بازی کمتر که همون بازی کم داشت بازی با ما صدر جدول، یعنی الکی به واقع نیومده بالا، حالا با هر زد و بندی با هر چیز. در کل الان بخوام بگم شاید یه تیم الان باشه تو لیگ 1 من هیچ احترامی براش قائل نباشم، بدترین ها رو براشون آرزو می‌کنم، هم خیبره که سرمون قضای امتیاز داماشه دیگه واقعا مشخصه. و بازی رفتمون، حالا میگم از اون بازی رفت که آره فاکتور بگیریم بازی رفتمون اتفاق افتاد. بعد مالک وقتمون اون واکنش عجیبو نشون داد، اصلا یه اتفاقای تلخی بود اول فصل که اصلا هیچ گونه حوصله نداریم مرورشون کنیم. به هر حال احتمالاً که صعود میکنه امسال، یعنی احتمالش خیلی کمه، حالا مثلا به فرم بدی بخوره بالا تیمای مثلا فجر و بصری سلیمان اینا بیان جاشو بگیرن، احتمالاً یکی از صعود کننده ها هست. ولی امیدوارم که داماش این بازی رو اونطوری که باید بازی کنه، چون فکر کنم واسه هوادارم خیلی مهمه، چون اصلا دل خوشی از تیم خیبر ندارن و امیدوارم که نتیجه بگیریم. اگه بخوام منطقی نگاه کنم فکر نکنم ببریم، احتمال داره مساوی بشه، 1-1 بشه، ولی این توقع وجود داره که داماش برنده بشه و توقع بازی وجود خیلی مهمه. توقع وجود داره، ولی میگم حتی اگر مساوی کنیم یا دور از ذهن مثل بازی اول فصلمون بخوایم ببازیم، اتفاق عجیب و دور از ذهنی نیست. ولی ما باید بریم برای پیروزی. ولی با توجه به شرایط جدولی هم که داریم، فقط بحث تیم خیبر بودن حریف ما نیست. بر اساس شرایط جدولی ما که میدونیم توی خارج از خونه اصلا خیلی ضعیفیم، حداقل با داخل خونه نهایت امتیازها رو جمع کنیم. اصلا فرصت نداریم برای امتیاز از دست دادن با عمل کردی که تو این فصل داشتیم. باید تک تک امتیازهای داخل خونه رو جمع کنیم که به موندن امیدوار باشیم. حالا حریفمون خیبر باشه، بلا بعدتر از این، بعد حالا شهرراز اینا با چادر ملام تو خونه بازی داریم، حالا چون میگیم بالای جدول مثلا باید بگیم بی خیال. نه ما باید ببریم. اتفاقا اون بازی شاید سخت‌تر هم باشه برامون. آره چون الان مثلا خیبر خیالشون راحتن، به بازی چی از دست نمیده. اگه یکی دو تا بازی رو قشنگ ببره، ما چادر اونجا مساوی مثلا اینا بکنه، قشنگ خیبر فاصله میگیره، چادر ملا هر کاری میکنه خودش رو بکشونه بالا داره. الان نباید بگیم چون با خیبر بازی داریم بعدتر از اینا با چادر ملا بازی داریم اونها بالا نشینن ما باید بی خیال شیم. ما الان وزن فجر رو چیزام داره خودشون نزدیک میکنن. الان مثلا ما توی نفس مسجد سلیمان ما الان مثلا تو جایگاه مثل شهر بابک نیستیم 11 12 بشیم حالا یه بازی به بازی چیزمون نمیشه. نه الان ما تو شرایط حساسی هستیم، با منطقه امن جدول 3 امتیاز فاصله داریم که شاهین بندرآمری باشه و خیلی برام مهمه این 3 امتیاز. الان اینو بگیریم، البته اگه بگیریم 15 میشیم با توجه تفاضل. آره اگه الان این بازی رو 3 امتیاز رو بگیریم با تیمی که بالا سرمونه قشنگ هم امتیاز میشیم، یه خورده قوت قلب واسمون. این بازی خیلی مهمه و داماش باید به هر طریقی که شده این بازی رو ببره. این از این. حالا یه ذره از این بازی دور شیم و دوباره برگردیم به این بازی. یه مسئله هست خیلی مربوط به ایران میشه. فقط اول بازی دو تیم میان با هم خوشوبش میکنن، هم دیگر بغل میکنن، روبوسی فلان، آخر بازی مثلا میخوان همدیگه رو تیکه پاره کنن. تو خارج در صورتی برعکسه، مثلا اولش میخوان همدیگه رو تیکه پاره کنن، آخر بازی دست میدن فلان.
حالا در مورد این بازی هم حالا دوست خوبمون، حالا پیشکسوت داماش به هر حال بازیکن خوبمون جهانگیر عسکری ظاهرا تو کادر فنی خیبره، حالا عکس میذاره و فلان. امیدوارم که اینجا به هر حال بعد از بازی باشه که روی هم بوسی و با هم خوشو بش کنیم، قبل از بازی نباشه. آیا عسکری آره خودش هم به حال اصالتا لوره دیگه. نه اصلا میگم اصلا پیشینا رو فراموش کنیم، همیشه فراموش کنیم. امیدوارم میگم بعد از بازی باشه که خوشو بش ادامه داشته باشه. آره بعد بازی اگه انشالله باختین بازم ظرفیت خوشو بش داشته. آره واقعا. این بود وارشتا که این هفته من صحبت خاصی ندارم. حالا می‌خواستیم برنامه رو کوتاه کنیم، بازم طولانی شد. من یه صحبت کوتاهی دارم. نمیدونم حالا نیاز باشه تو این برنامه اشاره کنم. نمیدونم چند روز پیش دیدی یکی از پیجای شهر انزلی کلیپ هواداری بچه‌های ما رو داشتن مسخره می‌کردن اینا. ندیدم، ولی حالا هر چیزی هم باشه به نظر نباید دامن زد. یعنی هستن دیگه. باید حال یه بعضی وقتا یه پلتفرم یه چیزم بهت بگم علی، دوستان ملوانی خوب میدونن که اگر ما بخوایم کاری بکنیم چه توانایی داریم. قبلا هم دیدن، بعدن خیلی صحبت‌های متفرقه رو اومدن مطرح کردن دیگه، مظلوم نمایی کردن. خب میدونن ما بخوایم کاری کنیم چیکار میکنیم، ولی نیازی نیست واقعا. نه من یه چیز بگم. ببین مثلا الان داشتن تو اون کلیپی که گذاشته بودن یه چند تا حالا میم و اینا تهش گذاشتن، مثلا هوادار ما داشت میگفت داماش عشق، داماش نمیدونم اصالت، داماش این چیزای. ببین تیم آدم هوادار یه تیم باشه، خب یه توضیح منطقی میخوام بدم. هوادار یه تیم باشه تیمش تو هر سطحی باشه، تو هر سطحی باشه، چند بار مثلا سقوط کرده باشه، بدترین اتفاقات و بدترین باختار هم داشته باشه، تو از اون هوادار بپرسی چه حسی در مقابل تیمت داری، خب بهترین چیزا رو میگه. اون مثلا هوادار ما داشت میگفت داماش اینه اونه، بعد اومدن مسخره ها چی انتظار داریم مثلا اومدن یه دونه کلیپ دارن ضبط میکنن نظر داماش بگیم نه داماش بدبخته، داماش سقوط کرده، نمیدونم داماش فلان باختار رو داره، هوادار با اینجور چیزا رو بگه. هر تیمی تاریخچه خوب، نه اصلا هر تیمی تاریخچه خوب و تاریخچه بد داره. علی دو تا 4 تاست. مثلا شما به عنوان یک دوست مثلا ملوانی، من نمیگم انزلی چی، چون اصلا در مورد تیم ملوان داریم صحبت می‌کنیم. شما به عنوان یک دوست ملوانی مثلا میپذیرید که تیمتون یک تیم دولتی حکومتیه، دارید سرباز میگیرید، نمیدونم بودجه دولتی استفاده می‌کنید؟ آره اگه از هوادار شما بپرسن اینا رو میگه؟ نه میگه ملوان عشقه، میگه ملوان چیزه. حالشون بعضی پیجا حالشون خوش نیست. آره واقعا من نمیدونم چرا دنبال این قضیه هست اصلا. بعد ببینید یه چیز من یه نکته اینجا انحرافی بگم. ببین ما یه مشکل با ملوان نداریم بین کلامت. الان مثلا الان فکر می‌کنم همین امروزی که این برنامه داره ضبط میشه سومین بازی دوستانه رو داریم باشه انجام میدیم. ما ملوان ما چیکار داریم؟ ما مردم انزلی رو کار نداریم. ما اون پیجای عبدالخیاری رو دارم میگم، ببخشید که لفظ استفاده میکنم. ببینیم ما الان تقریبا پایینای جدول لیگ یکیم، قبل این توی لیگ 2 هم بودیم، توی لیگ 3 هم بودیم. ما توی پایین جدول لیگ یک این جمعیت رو میاریم اینجوری تشویق میکنه. ما همین چند سال پیش دیدیم تیم ملوان ته جدول لیگ یک بود، خیلی هم خوب یادم البته نیافتاد، خدا رو شکر نیافتاد، ولی ته جدول لیگ یک فکر کنید چند نفر استادیوم میرفتن، خیلی انگشت شمار بودن دیگه. بنابراین وقتی بحث هواداری میشه داماش با هیچ تیم دیگه توی یک جمله و یه دیالوگ نمیگنجه. اینو خوب تو ذهنتون داشته باشید. زمان لیگ برتر هم که البته نظرسنجی به هر حال مشخص کرده بودن که وضعیت به چه شکلیه. اصلا هیچ بی‌احترامی هم نشه. من همین امسالم بازی ملوان رفتم، بازم فرصت بشه میرم، هیچ دشمنی نیست. من بحثم با اون پیجاست فقط. خب این بود برنامه این قسمت وارشتاگ. امیدواریم که تعطیلات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. دیگه قسمت بعدیمون میشه بعد از تعطیلات و احتمالاً که من آن بازی خیبر رو چیکار می‌کنی؟ احتمالاً نباشم. نبودی شاید ما خودت بگیر گردن گرفتیم ماجرا رو. گردن بگیر دیگه. آره احتمالاً نباشم، ولی اگه در 1% کمی اومدم که دیگه در خدمت شما هستم. خیلی سعی کن برنامه رو جور کنی بیای دیگه. به هر حال تلاشمو میکنم ولی احتمالش خیلی 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 ضعیفه. اوکی. حالا ببینیم توی این نیم فصل دوم چند تا بازی خارج از خونه اگر بتونیم بریم خیلی خوب میشه. یه اسلام شهر رو مد نظر دارم. آقا این چیز الان مشهد خوشه‌دلی مشهد بازی میکنن. هفته قبل با خیبر فکر کنم مشهد بازی کرد.
اگه مشهد باقی موند، حالا کارمون به هفته‌های پایانی رسید، با قطار هم میتونیم اکیپی بریم مشهد. به هر حال من هواپیما رو ترجیح قطار حالا تجربهش داشتم، خیلی بال بود، جالب بود اتفاقا. مسیرش زیاده مسیر ولی قشنگیه. به هر حال حالا در ادامه فصل تصمیم گیری می‌کنیم دیگه که می‌خوایم چیکار کنیم. برای بار فکر کنم سوم چهارم این بود وارشتا که این هفته و تا قسمت بعدی به شخص ازتون خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. امید به بردهای بیشتر برای داماش و پایان فصل به بهترین شکل ممکن. خدا نگهدار.